سلام دوستان، ارادت، خیلی مخلصیم. امروز آوار برداری از این اتاق رو داریم که این اتاق رو اختصاص دادیم به تاسیسات ساختمان. این اتاق از چند جهت برای ما کار و زحمت دوچندان رو داشت. از این بابت که ابتدا باید نخاله و آوار تخریب شده از سقف رو خارج می‌کردیم، بعد ضایعات و در واقع کودی که زیر سقف مونده بود رو خارج کنیم. مرحله بعد باید علت ریزش سقف که در واقع نشست دیوارش بوده رو تعمیر بکنیم و در مرحله آخر تعمیر و زدن خود سقف. و برای اینکه براتون خسته کننده نباشه مجبورم خلاصه این چند تا کار رو براتون بذارم. باز حالا نظر شماست، اگر توی کامنت ها بفرمایید که کاملش رو بذار، میتونم از هر مراحلش براتون ریل تهیه بکنم. خلاصه که این روز اول رو با کمک حسن آقای عزیز به اتمام رسوندیم. روز دوم هم خود من و بهار مشغول به کار بودیم و در نهایت آواره به جا مونده از سقف کاملا خارج شد. مرسی که با ما هستید و ما رو همراهی میکنید.